بالاخره بعد از چندمین بار که هی خراب میشد امروز یه کار اساسی کردیم. میبینی میچرخه اینجا از ته در اومده. حالا ما اومدیم یه چیزی درست کردیم براش با این آتاشقالایی که داشتم، یه چیزی سرهم کردم که نگهش داره بچرخه. زیرش خالیه، میبینی اینو درست کردم براش که دیگه نه این ور اون ور بره، حتی بچرخه براش. حالا ادامهش اگه نیفته اینجوری خب حالا رفت. این دیگه بیرون هم نمیاد. آتایش هم چرخ